سلام بیننده های عزیز، مرجان عزیزی هستم. امروز با ما باشیم و ببینیم ما چی کارها را انجام می دهیم. دوستای عزیز، امروز بسیار هوا گرم است و از بیکاری خسته شدیم و یک فکر در سرم زد که باید امروز بولانی پخته کنم. خب عزیزهای دلم، اولین کار ماهی است که باید گندنه را پاک کنیم. شروع می کنیم ما به گندنه پاک کردن خود و می بینیم که ما گندنه را پاک کردیم. حال گندنه را ریزه می کنیم و می بینیم که ما در حال ریزه کردن گندنه هستیم و بعد از تمام شدنش باید با آب پاک شسته شود، چون اگر گندنه پاک شسته نشه ما را مریض می سازد. خب دوستای عزیز، گندنه ما آماده شد و حالا خمیر بولانی خود می خواهیم آماده کنیم. خمیر بولانی باید نرم و ملایم باشد. خب خمیر بولانی آماده شد و می بینیم که چقدر نرم و خوبش آمده. حالا نوبت به آماده کردن مواد کچالو است. کچالو را باید اول از دیگ بکشیم و بانیم کم سرد شود تا دست ما را نسوزانه. مواد کچالو را آماده می سازیم و در مواد کچالو که یک دانه پیاز و بانجورومی و مرچ مساله انداخته شود بسیار مزه‌دار می آید. ببینید رنگ روی کچالوی ما بسیار خوبش آمده. در اینجا خمیر خود زغاله می کنیم و بعد از تمام شدن زغاله ما می بینیم که تمام مواد بولانی آماده است. گندنه، کچالو، زغاله، روغن، تمام چیز ما آماده است تا شروع کنیم به پر کردن و هوار کردن بولانی. از همه اولتر خمیر هوار می کنیم و گندنه را در سرش مندازیم تا که بولانی ما آماده شد. وای وای که چقدر خوشمزه آمده. قربان دستای مادر جانم که امروی ما کمک کرد. حالا بولانی را در روغن سرخ کرده. می بینیم که کم میمانیم که سرخ شود و بعدا مواد کچالو را مادر جانم آماده کرد. حالا تمام بولانی های خود همین رقم ما آماده می سازیم. وای ببینین چی یک رنگ روی داره خدایا. خب زحمت کار داره دیگه، اما باید ما زحمتش بکشیم. اما بعد از زحمت کشیدن ما میبینیم که بولانی ما آماده است و خیلی هم خوشمزه معلوم میشه. هم یک روز بسیار حالی که همراه مادر جانم و خواهرهای عزیزم بولانی را آماده کردیم. روزتان بخیر. خداحافظ. جایتان خالی.